باشیم علم کلام درباره او صحبت میکند. منتها صحبت دو تا ویژگی داره. یک، استدلال میکند، بله، یعنی ادعای بدون دلیل نیست. مثلا در رابطه با توحید بحث میکنه، اما چرا توحید؟ بله، میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل باید توحید باشه. یا اگر در رابطه با نبوت بحث میکنه یا در رابطه با معاد بحث میکنه که هر مسلمانی باید ایمان به معاد داشته باشه، صرفا ادعا نیست، استدلال میکنه که به این دلیل باید معاد وجود داشته باشه. هم استدلال میکنه، ویژگی دوم میگه دفاع میکنه. دفاع چی؟ دفاع در برابر شبهات. دقت کردین؟ پس این دو تا ویژگی که شهید مطهری میفهمه چیه؟ هم استدلال و هم دفاع. استدلال میکنه برای اثبات اصل مدعا. خب میگه شما مسلمان ها میگید که خدا وجود دارد، مد دلیل علی ذالک، میگه به این دلیل، به این دلیل خدا وجود داره. و هم بر این عقیده خودش دفاع هم میکنه. یعنی اگر دیگران شبهاتی رو ایجاد بکنن، بله، علم کلام میاد پاسخ این شبهات رو هم میدهد. اینم یه تعریفی رو که ایشون چی؟ شبیه تاریخ اول. بله، منتهای مراتب و کل اعتقاداتشون میگه اعتقادات اسلامی. یه تعریف از نظر خدمت عبارت به نظر من زیباتره، این رو یادداشت بفرمایید. علم کلام دانش چون و چراست. علم کلام دانش چون و چراست، یعنی بررسی امور خردپذیر و استدلال برای چرایی و چگونگی باورها بحث میکند. چرایی و چگونگی. خب بله، میگیم شما چرا خدا رو قبول دارید؟ این میشه چرایی. اما چطوری؟ چگونه؟ دقت کردید؟ میگه علمی که در رابطه با اعتقادات بحث میکنه. اینم برمیگرد همون تعریفی که شهید مطهری کرده. علی حالن علم کلام علمی است که در رابطه با اعتقادات بحث میکنه، یعنی اموری که باید بهش ایمان داشت و از این معتقدات استدلال میکنه برای اثباتش و در برابر شبهات هم دفاع میکنه. درست شد؟ چند تا تذکر را داشت بفرمایید. موضوع علم کلام چیست؟ موضوع علم کلام چیست؟ البته این سوال زمانی داره که ما برای هر علمی قائل به موضوع بشیم. بله؟ مثلا میگیم موضوع علم فقه چیه؟ افعال مکلفینه. بله، افعال مکلفینه. موضوع علم اصول چیز دیگره. اینجا میگیم که موضوع علم کلام چیست؟ دقت کنید، موضوع اون عنوان محوری رو میگن، اون عنوان کلی و اون عنوان محوری میگن که تمام مسائل اون علم پیرامون اون عنوان محوری بچرخه. به اون عنوان محوری و اصلی ما میگیم موضوع اون علم. مثلا تو علم صرف چی میگیم؟
موضوع علم صرف چیه؟ کلمه است. درست شد؟ بعد میریم شاخه برگرد میگه کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است. باید ریستر میشیم. اسم یا ثلاثی است یا رباعی یا خماسیه. همه باز کل این حواشی رو برگردونی آخر ریشه میرسه به کی؟ به کلمه. درست شد؟ پس میگیم موضوع علم صرف کلمه است. یا در علم نحو چی میگیم؟ کلامه. دقت کردین؟ چون تمام مباحث علم نحو برمیگردد به کلام. بحث میکنیم از معرب و مبنی. پس معرب را میگیم که یا ظاهری یا محلیه. همه اینا باز برمیگرده به همین کلام. حالا موضوع علم کلام عبارت است از عقاید. بله؟ اما اول داشتیم تعریف میکردیم دیگه. درست شد؟ گفتیم دیروزم خودیم هو علم یقتدر معه علی اثبات العقاید. پس موضوع علم کلام عقاید می باشه. خب این تعریف الان انجام دادیم. دقت کردیم وقتی میگه بحث میکنه از عقاید دیگر اون خدمت افعال مکلفین و امثال اینها که جزء فروع دین میشه یا از تحت این تعریف خارج میشه. این موضوع هدف چیه؟ هدف علم کلام، هدف از علم کلام اثبات عقاید دینی. به تعبیر دیگر رسیدن به دینداری مدلل و محققانه. درست شد؟ چرا ما علم کلام میخونیم؟ بله؟ به خاطر اینکه بله یک دینداری مدلل و محققانه داشته باشیم. یعنی وقتی از من سوال کردن توحید یعنی چی و چرا، من بتوانم محققانه، البته این محققانه که ما میگیم که در اصول دین میگیم تقلید جایز نیست، هر کس به فراخور خودش. یعنی شما از یک خواص از موحدان انتظار داری، به انتظار از عوام نباید داشته باشی. لذا پیامبر صلوات الله و سلام علیه به اون عجوزه گفت خدا رو چگونه شناختی؟ دست از چرخ نخریسی برداشت. و وقتی این چرخ نخریسی نیاز به محرک دارد، آیا این جهان نیاز به محرک نداره؟ به این خانم دقت کردید از قانون علت و معلول داره مسئله رو ثابت میکنه. اما شما برید به یک آدم حکیم متعلم فقیه اون بخواد خدا رو اثبات بکنه، خب معلومه که او از خدمت تذکر کنم که طرق مختلف و با ادله قوی تر علی حال او هم نیاز به استدلال داره، ولی اون خواص هم نیاز به استدلاله. نکته سوم شیوه و روش. در اهداف دیپا نمیون؟ چی؟ پاسخ شبهات در اهداف نمیون؟ کدوم؟ بله بله میاد تو هم میگه خدمت و دفاع از اصول. بله دینداری مدلل و محققانه و دفاع از اعتقادات. لذا میبینیم که هر مسلمان اصیل از اعتقادات خودش شعار میکنه، دفاع میکنه.
نکته سومی که میخوام عرض بکنم شیوه و روش بحث کلامیه. شیوه و روش بحث کلام. شیوه بحث کلامی اقامه دلائل گوناگون برای اثبات عقاید. اقامه دلائل، مثلا گاهی اوقات از طریق برهان وارد میشه، گاهی اوقات از طریق جدل وارد میشه و امثال اینا. یعنی روش واحدی نداره. این از کردم که چون افراد ذو مراتب هستن، این اقامه دلیل هم گوناگون و قد متعدد می باشه. پس موضوع شد عقاید، هدف اثبات عقاید منتها مدلل و دفاع از عقاید. روش هم اقامه دلائل گوناگون، یعنی یک دلیل خاص نداریم. دقت فرمودید؟ اینم یک نکته. بحث دیگری که در باب علم کلام وجود دارد سابقه علم کلام می باشد، یا به تعبیر دیگر بفرمایید تاریخ پیدایش علم کلام می باشد. یعنی علم مصطلح ها. دقت کردین؟ علم مصطلح. مثلا ما میگیم علم نحو، علم اصول، علم فقه از چه زمانی پیدایش پیدا کرده؟ به عنوان علم اصطلاحی. و الا در طول تاریخ از زمان حضرت آدم این مباحث بوده است. دقت کردید؟ تو 124,000 پیغمبر اومدن برای چی؟ برای اثبات توحید. اما علمی مشخصا به نام علم کلام وجود نداشته. اما حقیقتا علم کلام یعنی روح و محتوای علم کلام وجود داشته. اما سوالی که ما میخوام بکنیم تاریخ پیدایش اصطلاح علم کلامه. یادداشت بفرمایید. از مطالعه احادیث اسلامی به دست می آید که در نیمه اول قرن دوم هجری، نیمه اول قرن دوم هجری اصطلاح کلام و متکلمان به معنای معروف رایج شده است. واسه تغییراتی اوائل قرن دوم هجری اصلا یک علمی مطرح شده به نام علم کلام. افرادی که تو این وادی قدم میزدن به اونها میگفتن متکلم. به عنوان مثال چند نمونه عرض میکنیم. اینه که عرض کردم چون بعضی ها تحقیق عالمانه نسبت به مسائل نمیکنن، شیعه را وامدار ولی برخی از آیون اهل سنت میدونن که اینها علم کلام رو ابداع کردن، بعد شیعه ها از اونها اقتباس کردن. نه، ما وقتی به روایاتمون مراجعه میکنیم دقت فرمودین تو همون خدمت اوائل قرن دوم یعنی زمان امام صادق امام باقر اصلا علمی به نام علم کلام وجود داشته در میانشه. نگاه کنیم ابن ابی‌الاوجاع اسمشو زیاد شنیدید. بله خدمتتون عرض کنم که
اون دهری بود که می آمد با امام صادق مناظره میکرد. نزد امام صادق آمد، عرض کرد هل تأذن لی فی الکلام، هل تأذن لی فی الکلام، آیا اجازه میفرمایید که تو مباحث کلامی با شما بحث کنم؟ این معناش اینه که من حرف بزنم. هل تأذن لی فی الکلام، قال علیه السلام تکلم بما شئت. خب اراد کنید انسان وقتی که شخصیت ابوالأوجاع رو بررسی میکنه میبینه گفتگوی ابن ابوالأوجاع با امام صادق طبق شواهدی که تو روایت داریم، بله، گفتگوی ایشان روی مباحثی چه بوده؟ اعتقادی بوده، عقاید بوده. الان میگه آقا اجازه میدی که من سخن بگویم، یعنی در مسائل اعتقادی. همین شخص میخوام شاهد بیاریم که این هل تأذن لی بالکلام یعنی مباحث اعتقادی. همین شخص در مجلس امام صادق حضور می‌یابد ولی ساکت است. امام به او می‌فرماید چرا مانند دیگران سخن نمیگویی؟ بحث اعتقادی کلامی مطرح بود، همه داشتن بحث میکردن، اما این ابن ابوالأوجاع یه جا ساکت بود، حرف نمیزد. امام فرمود تو چرا اظهار نظر نمی کنید؟ عرض کرد خیلی عجیبه، دیروز من دیدم آدم گفتم باید به ائمه خودش فخر بکنه. ابن ابوالأوجاع گفت شخصیت شما مانع تکلم من گردیده است. بعد ادامه داد این قسمت ها. انی شاهدت العلماء، انی شاهدت العلماء و ناظرت المتکلمین. متکلمین رو در برابر کی قرار داد؟ علما. دقت کردید؟ میگه من در عمر خودم علمای فراوانی دیدم، متکلمین فراوانی رو هم ملاحظه کردم. فما تداخلنی هیبتون، فما تداخلنی هیبتون قط مثل ما تداخلنی من هیبتک. هیبت و عظمت هیچ کس از این علما و متکلمین مرا نگرفت، کم نیاوردم. تنها کسی که هیبتش منو گرفت و توان رو از من گرفته توی امام صادق هست. پس ابن ابوالأوجاع میگه من علما را دیدم، متکلمین را هم دیدم و معروف هم هست که ایشون تو مباحث اعتقادی با امام صادق سلام الله علیه. شاهد دیگر متکلم شامی تصمیم داشت با اصحاب امام صادق مناظره کند. امام صادق علیه السلام به یونس بن یعقوب فرمود آیا
از علم کلام بهره ای داری تا با این شامی مناظره کنی؟ نگاه کنید، این روایتم، این دو روایت خوندن کافی، جلد 1 باب 1، این حدیث الان خوندم، جلد 1 باب 1 حدیث 4، و حدیثی که قبلی خوندم جلد 1 صفحه 76، همین باب 1. پس بنابراین تاریخچه علم کلام برمیگردد به اوائل قرن دوم. خب این خلاصه‌ای در رابطه با تعریف علم کلام، موضوع، هدف، روش و تاریخچه. دقت کردین در رابطه با علم کلام. این مقدمه بود. حالا میخوایم برگردیم عنوان بدیم رابطه علم کلام و اجتهاد. رابطه علم کلام و اجتهاد. به تعبیر دیگر، آیا علم کلام از معدات اجتهاد هست یا از معدات اجتهاد نیست؟ در مسئله دو قول وجود دارد. در مسئله دو قول وجود دارد. یک، مشهور امامیه قائل هستند که علم کلام از معدات اجتهاد است و نقش مهمی در اجتهاد دارد. مثلا مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در مناهج الاحکام و الاصول کلامه توقف الاجتهاد علی اثبات صانع، توقف الاجتهاد علی اثبات صانع والنبی والامام. ادامه بدید. اراد کنید. ادامه بدید مسئله رو. مرحوم نراقی اشاره دارد به مبانی کلامی اجتهاد. مبانی کلامی اجتهاد. یه توضیح من از خالد میخوام عرض بکنم، چند دقیقه ذهنتون باشه. شما کی میتونید بگید نماز واجب است یا واجب نیست؟ روزه واجب است یا واجب نیست؟ اجتهاد دیگه. نه، میگه کی اجازه بحث از وجوب و عدم وجوب دارید و در معاملات کی میتونیم بحث بکنیم فلان معامله صحیح است، فلان معامله خدمت هست کنیم که باطله. زمانی بحث میتونید بکنید که قبلش خدا رو ثابت کرده باشید. بله، هنوز خدا را ثابت نکرده بگی فلان عمل واجب است، فلان عمل واجب نیست، فلان عمل ثواب دارد، فلان عمل ثواب ندارد. بگی کی گفته؟ بله، شما یه مجتهد میخواد بحث بکنید از وجوب و حرمت، یکی حق داره از شما سوال بکنه
کی گفته واجبه؟ کی گفته حرامه؟ کی گفته ثواب داره؟ کی گفته؟ بله. وقتی سوال رو بکنید شما چه جواب میدید؟ فلان عمل واجب است یا میگه خدا گفته؟ میگه خدا کیه؟ خدا رو کی ثابت میکنه؟ علم کلام. پس شما به برکت علم کلام میتوانید وارد اجتهاد بشید. به الا تا خدا رو ثابت نکردی نمیتونی فلان عمل بگی واجبه یا فلان عمل حرامه. یا استناد میکنید به قول پیامبر، بله، به فرموده پیامبر این عمل واجبه، این عمل حرامه. میگه ثبت الارض من قشها، اول نبوت این پیغمبر رو ثابت بکن، بعد بیا با استناد به قول او بگو فلان عمل واجبه یا فلان عمل. یا استناد میکنی به قول امام معصوم، میگه اول امامت اینا با ثابت بشه تا به برکت فرمایش اینا بیاد واجب و حرمت رو برای ما بیان میکن. خب اثبات صانع، نبوت و امامت مجوز بفرمایید اجتهاد میشود. تا اونا ثابت نباشد اصلا اجتهاد برای اثبات حلال و حرام معنا نداره. کی اینها رو ثابت میکنه؟ علم کلام. درست شده؟ از این تعبیر میکنن. این یه بحثی از، حالا ما چون فرصت نیست مبانی اجتهاد میخواد باز کنیم. مبانی اجتهاد گاهی اوقات مبانی عقلیه، گاهی اوقات مبانی کلامیه، گاهی اوقات مبانی فلسفیه. دقت فرمودید یکی از مبانی اجتهاد ما مبانی کلامیه، یعنی علم کلام ما به ما حکم میکنه و این تجویز را میده که اجتهاد بکنیم. دقت فرمودید وقتی خدا ثابت کردیم میگه حالا این خدا چیزی از ما خواسته یا نخواسته. اثبات ثانه وظیفه کیه؟ علم کلامه. اما بایدها و نبایدها رو فقه ثابت میکنه برای ما. درست شد؟ پس مبانی کلامی اجتهاد میگه علم کلام هم شرط چیه؟ اجتهاده. نمیدونم مطلب رو رسوندم یا نه. مبانی کلامی فقه و اجتهاد اشتراط چیه؟ علم کلام است. یعنی تا علم کلام رو نیاموزی بحث کردن از تکالیف خمسه و همچنین احکام وضعی معنا ندارد. این فرمایش مرحوم نراقی می باشد. حالا انشاءالله ادله رو میاریم. قول دوم قول برخی از فقهاست که میگویند علم کلام از علوم مقدماتی اجتهاد نیست. به عنوان نمونه مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 531 و همچنین در کتاب تنقیح فی شرح العروة الوثقی مبحث اجتهاد و تقلید صفحه 27 علومی را نام میبرد که نقش در اجتهاد دارند، مثل ادبیات، لغت، علم اصول. ولی
از علم کلام نام بفرمایید نمیبرد. درست شد؟ یعنی در صدد بیانه که چه علومی جزء معدات اجتهاده اینا رو نام میبره. بعد میفرماید و اما غیر ما ذکرناه، شاهد میخوام بیاریم، و اما غیر ما ذکرناه من العلوم، غیر از این ادبیات و اصول و رجال و چی گفتیم، غیر از اینها چی میشه؟ مثل علم کلام باشه. فهذا فضل، فضل یعنی زائد، غیر نیاز، غیر زائد. فهذا فضل لا توقف للاجتهاد علیه، لا توقف للاجتهاد علیه. درست شد؟ طبق این بیان از محضر جناب آقای خویی رحمت الله علیه سوال بشیم که آیا علم کلام جزء معدات اجتهاد هست یا نه؟ یه لبخند ملیحی بهت میزنه میگه من علوم معده رو شمردم که اینه. بعدش هم گفتم که غیر ما ذکرنا فضلون. فضل یعنی چی؟ یعنی زائد. یعنی نقشی اینجا فضلون نه اینکه غیر مفیده ها. بله علم کلام سر جا خوش مفیده، اما نسبت به اجتهاد نقشی نداره. اینو دقت کنیم، فضل که داریم نه غیر مفیده. غیر مفید یعنی غیر مورد نیاز نیست در علم اجتهاد. و الا علم خدمتتون از کنم که کلام سر جای خودش تو عقاید ما نیاز بهش داریم، اما در اجتهاد نیازی به علم کلام نداریم. این یه بزرگوار. شاگرد محقق ایشان مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه در کتاب دروس فی علم الاصول، دروس فی علم الاصول، مبحث اجتهاد و تقلید، جلد 5 صفحه 143 مانند مرحوم استادش آقای خویی علوم مورد نیاز اجتهاد را نام میبرد، ولی اسمی از علم کلام نمیبرد. یعنی همون نظر استادشو تایید میکنه. شاهد سوم که طرفدار این نظریه است، نظر شیخنا الاستاذ جعفر سبحانی رضوان مدظله العالی در کتاب الرسائل الاربع، الرسائل الاربع جلد 3 صفحه 66 به 10 دانش از معدات اجتهاد اشاره می کند. جالب اینه وقتی این 10 تا رو میشماره، از جمله این 10 تا میگه علم ریاضی، علم هندسه، اینا جزء معدات چیه؟ اجتهاده. مثلا علم ریاضی در خمس و زکات اینا میشه ازش استفاده کرد. یا هندسه که از اشکال بحث میکنه در جهتیابی قبله میشه از اونا استفاده کرد. اینا رو میگه جزء معدات اجتهاده، اما علم کلام رو میگه از معدات اجتهاد نیست. درست شد؟ خب تا اینجا ما النقال کالبقال شدیم. آیا علم کلام جزء معدات اجتهاد هست
یا از معدات اجتهاد بفرمایید نیست. دقت کردیم؟ گفتیم مشهور فقهای ما میگن از معدات هست، اما این بزرگواران نظرشون این که خدمتتون عرض کنم که میگن جزء معدات نیست. خب عرض میشود حضور شما این نسبت به قول اول یادداشت کنید. و اما القول اما الدلیل القول اول. دو تا قول ما فهمیم گفتیم دیگه، مثبتین و نافین. اما دلیل قول اول، یه تذکر بنویسید، در این قول اول شخصیت هایی مثل شیخ مفید صاحب تذکره، سید مرتضی صاحب الذریعه، شیخ طوسی صاحب عدة الاصول، که خود از بزرگان متکلم شیعه هستند، در مسائل فقهی و اصولی مباحث فراوانی را از علم کلام بهره جستند. و به تعبیر برخی ها اصول فقه در دامن علم کلام پرورش یافته است. اصول فقه در دامن علم کلام پرورش یافته است. آیه حمیدی چی داره میخواد بگه؟ میگه مبانی کلامی یک فقیه میتواند در استنباطش جا کنه، اثر داشته باشه. میگه اصول فقه و فقه در دامن کلام رشد پیدا کرده. اگر ما کلام رو بذاریم کنار، اصلا در رابطه اصول فقه ما برای چی ما بحث کنیم؟ تو خود فقه و اجتهاد میخوایم برای چه بحث بکنیم؟ خب ما انشاءالله با ادله طرفین رو بیان بکنیم، بعد ببینیم که حق با قول اوله یا حق با قول دوم می باشد. الان از خودمون هیچ اظهار نظری نداریم، چون روش ما همینه. یعنی اول طرح بحث، دو اقوال، سه ادله اقوال، چهار مقام قضاوت. دقت کردید که کدوم میگه از این اقوال درسته و چرا درست میباشه؟ شیوه درست همین میباشد. انشاءالله به حول قوه الهی جلسه آینده ادله قول اول رو بیان میکنیم که اصلا علم کلام نقشی در اجتهاد دارد و چرا. بله، آیا نقش دارد؟ میگیم بله نقش دارد، اما چرا نقش دارد؟ به عنوان پیش مطالعه دوستان انشاءالله اگر حوصله کردن وقت داشتن در رابطه با قاعده لطف یک مطالعه داشته باشن، در رابطه با قاعده لطف، چون مهمترین دلیل قول اول همین قاعده لطف می باشد. چطور از قاعده لطف می توانیم رابطه برقرار کنیم بین علم کلام و اجتهاد؟ دقت کردیم؟ آقایون میگن یکی از منابع ما برای استنباط حکم شرعی چیه؟ اجماعه. دقت کردیم؟ شما از طریق اجماع چی رو کشف میکنید؟ قول معصوم رو. میگه به چه دلیل؟ میگه از روی قاعده لطف. چطور؟ انشاءالله جلسه آینده. پس در رابطه با قاعده لطف
یک خط تحقیقی داشته باشیم، مطالعه داشته باشیم تا انشاءالله بتونیم هفته آینده پرونده بحث معدات اجتهاد رو تمام بکنیم به حول قوه الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.